رهبر باید در فکر تأمین آینده تیم خود هم باشه. ما شما در جلسه قبلی صحبت کردیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک رهبری بود که توانست فالوور خود را تبدیل به پارتنر بکنه، اتباع خود را تبدیل به شرکا بکنه و این ویژگی را بسیار اندک از رهبرها اگر داشته باشه. چرا؟ اگر فالوور تبدیل به پارتنر شد، فردا به تو شانه میته، فردا پیام تو را، پروژه تو را، کار تو را و تیم تو را به طرف موفقیت میرسانه. چرا؟ او را از خود فکر میکنه، احساس مسئولیت میکنه. و این کاری بود که پیامبر علیه السلام کرد. پیامبر علیه السلام زمانی که رحلت میکنه، شما ببینین با کدام انرژی، با کدام ایمان و با کدام پشتکار ابوبکر صدیق می از این پیام حراست میکنه. زمانی که ایده گفتن که ما زکات نمیتیم، حضرت ابوبکر صدیق میگه فوالله لاقاتلن من فرق بین الصلاه و الزکات. بسیار با انگیزه و ایمان قوی گپ را میزنه، چون او دیده بود که آل مسئولیت اینمی تیم پیش ما است. و بعدش حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان و الا اخیر کسانی که بر منهج خلفای راشدین بودند و صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این را سر صحبت کرده بودیم و حتی این ما شما گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم من حیث تیم لیدر خواب را میبینه که باید از مدینه منوره خارج نشه، ولی چون با تیم خود مشوره میکنه، نظر تیم را قبول میکنه ولی خواب خود را کنار میگذاره. این کلش دعوت بر این است که آدم باید به تیم خود بسیار ارزش قائل شوه و امراشان مشوره کنه. امشب پیرامون مبحث دیگری که قرار است ما شما گفتگوی داشته باشیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چون میفهمید که کم کم زندگیش و عمرش به پایان میرسه، به این فکر میکرد که چگونه آینده تیم خود را تأمین بکنه از حیث امنیت سیاسی، نظامی و ای که کسان مبادا در فکر از این باشه که بعد از رحلت پیامبر میتونه مسلمان ها را در هم و بر هم بکنه. و این یک احساس مسئولیت بسیار کلانی است که رهبر میتونه داشته باشه. یعنی تیم به فکر نباشه که امی تیم تا زمان باشه که من زنده هستم، من که مردم ای از هم بپاشه، باز من قصیش نیستم. نه، باید فکر بکنه که امی پیام باید جاهای زیاد را، جغرافیای زیاد را باید تسخیر بکنه، برسه به اماکن خیلی زیاده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه رحلت بکنه در سال 9 هجرت آمادگی به غزوه تبوک میگیره. راجع به نحوش در سلاید بعدی ان شاء الله صحبت خود کردیم که چرا غزوه تبوک به وقوع پیوست. اصل فلسفه آمادگی و رفتن به طرف غزوه تبوک این بود که به نحو از سمت شمال جزیره العرب مسلمان ها احساس خطر میکردن. سمت شمال کی ها بودن؟ اونجا امپراتوری بیزانس بود، به تعبیر عرب ها بیزانتین بودن. اونها کسانی بودن که کم کم میخواستن سوق الجیشی داشته باشن به طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و برخی گمان ها هم میشد که بله اینها آمادگی میگیره تا یک حمله بسیار خطرناک را بالای مدینه منوره و مکه مکرمه و جزیره العرب داشته باشه، چون این بگومگوهای وجود داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم غزوه تبوک را که برای انداخت، هرچند هیچ درگیری صورت نگرفت، غزوه بود که بیش از تمامی غزوات نفوس مسلمان ها بیشتر بود. 30,000 صحابه در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم در غزوه تبوک بودند، اما هیچ درگیری صورت نگرفت. ان شاء الله به اشاره میکنم. در حقیقت غزوه تبوک من حیث یک مانور نظامی بود، من حیث یک نمایش قدرت بود و میخواست پیامبر صلی الله علیه و سلم قوت مسلمان ها را دیگه به عالم نشان بده که کسی بالای مسلمان ها حمله نکنه و اینها دیگه قدرت داره در اینجا.